مزمور 39. گفتم مراقب راههایم خواهم بود تا به زبانم گناه نورزم. تا زمانی که شریران نزد من باشند دهانم را به لگام نگاه خواهم داشت. اما چون ساکت و خاموش بودم و سخنی نیکو نیز نمی گفتم، دردم افزون گشت و دلم در اندرونم گداخته شد. چون تأمل می کردم آتش شعله برکشید. آنگاه به زبان آمده سخن گفتم: خداوندا، پایان زندگیم را به من بنما و شمار روزهایم را. بگذار بدانم که زندگیم چه زود گذر است. اینک روزهایم را وجبی بیش نساختی و سالهای زندگیم در نظرت هیچ است. به یقین آدمی دمی بیش نیست. بیگمان انسان چون شبحی متحرک است که مضطرب می شود اما بیهوده و انباشته می کند بی آن که بداند چه کسی از آن بهره خواهد گرفت. پس حال خداوندگارا در انتظار چه باشم؟ امیدم بر توست. مرا از همه عصیانم رهایی ده و مضحکه ابلهانم مساز. گنگ گشتم و زبان نمی گشایم، زیرا تو این را کرده ای. بلای خیش از من دور کن که از ضرب دستت تلف می شوم. تو انسان را به سبب گناهش به عطابها تنبیه می کنی و نفایس او را چون بید می خوری. به یقین که آدمی دمی بیش نیست. خداوندا دعایم را بشنو و به فریادم گوش فرادار. اشکهایم را نادیده مگیر، زیرا نزد تو همچون میهمان مسکن گزیدم. مانند غریبه‌ای همچون همه پدرانم. دیده از من برگیر تا دیگر بار لبخند بر لبان آرم، پیش از آن که رخت بربندم و دیگر نباشم.